گپ هستم میدونم که آقای پلیس روز بخیر. روز بخیر. چه گپ شد؟ داملو را با کجا میبرید؟ شما کیستید؟ من از جماعتی داملا هستم آقای پلیس. از روی از شکایت کردم. یا خدای تو با چه شکایت ها؟ برادر برای با ما میبیام میبرم. مرحمت داملا. سلام بگیر درد نزن. حالا تو میبینی داملا و موشهای زده جواب میگویی. این احمق کیست ها؟ با خدا که نمیدونم اکا. داملا چیکار کرده او رو میبره؟ نمیدونم اکا. شوخی با شوخی داملا رو برده ایستادم. اکا برگردونمش. کنی اینجا بیا. من با تو میگویم. لابا یکا ای بچه تو کیستی که از بالای داملا شکایت میکنی ها؟ از جان سر شدی مگر اکا من رولتو خوب کرد حالا رو نمیبینی. تو کیستی که داملا آمده رولتو خوب کرده احمق؟ این چی تهمت کنیست؟ مرا گوش کن دروغ نگو نباشد در همینجا پاره میکنم. اکا قسم میخورم که دروغ نگو ایستادم. آن دکتر خانم بیتول از کو برای بابا ولادار شدن من رولتو خوب کرد. چی؟ بیتول؟ خانم بیتول رو بود؟ همین خیلی میگویم. این چی خیلی تهمت کنی هست ها؟ اکا قسم میخورم که تهمت نمیکنم و خانم بیتول نزدیک نمیشه بگویم با بالای همون استادم را تهمت دارد بخیر باشد. خب میلش اگر آخر گفته باشد یگان چیزی را میدانی سگیست از دختر دور شو. چی پس هم شرطه میخوریم هم گناهکارمون میکنن. آخر این چه خیلی داملا است که آدم را تو خوب میکنن. مرا گوش کن بعد داملا زبان دارازی نگو که زبان از را کنده میگیرم. پای نمک از پس این احمق شوید زود باشید زود. اکابی ما همراه نشیم شاید بین هویا گفت من گریات نه انی دوستش کنی اونو حل کنه های تیلا با تو چند بار گفتم خداگی که با داملا میکنن با من حساب کرده میشن تیز دارا. اکا حاضر میاریم انا رفته شدم بیا با هم رفته داملا را تنها نگذاریم زود باش. ببین نماز خونه مطلوب. چی خیلی کار شده؟ نه من چیکار میکنم اگر اون نازل آنجا باشد من تمام شدم. ببخش مرا عزیزم تو رو بسیار انتظار کردیم. هیچ گپ نه لیکن من نفهمیدم همتون برآمده رفتید بخیر است؟ نپرس جانم دومولوزیا رو پلیس ها بردند. چی؟ دومولوزیا رو پلیس ها بردند؟ مادر از روی من شده پلیس ها دومولوزیا رو به شما بردند. نفهمیدم که آخر دومولوزیا چرا پسر جواهرات فروش رو آورد و کوب کرده. دومولا این خیر کار رو میکند خانم و برا انیق تهمت است. اکا تمامو طالب چرا تهمت کند؟ آخر مگر او پسر محله ما نیست؟ با دومولوزیا چی مشکلی دارد؟ خیر در آخر چرا به خواستگاری بیتون ما اومدنشان رو فهمیدیم. سیوه سفته نگو چه خواستگاری؟ مشکلی نه معلوم که دومولوزیا خواستگاری طالب را با بیتون موافق نشماریده است. پسر باشد ناموسش نبرداشته شکایت کرده است. این چه خواستگاری؟ شما چی گفته ایستاده اید؟ مادر همش از روی شما است. آخر دخترم تنها برای دیدن می اومدم همین قدر. اپا چه خیلی دیدن نه؟ دخترها خواستگاری می اومدن؟ سیوه تو خاموشه. خدایا دیوانه می شوم. اما اکی خلیل طالب رو با خواهرمون بیتون موافق نشمارید گفتم مگر آدم را لطو کوب میکنن. آخر از این به دومولوزیا چی میرسد؟ آخر دومولا به خانم بیتول مثل یکه‌اش است. من با مفیدت هیچ کس احتیاجی ندارم. شما این رو از کجا برآورده اید ها؟ از شما عذر میخواهم من باید روم. به شما روزی خوش. تو بازی جانم باز بیا. به شما روزی خوش. من این رو باید به بابایم گویم. یکی دومولوزیا با محبت رفتن زورو انیق جدا می شود. نه من باید بین مانع شود. دومولا شده باید رو تو خیلی مقرمی را گفتیستم.
مرحمت. تو با دوملو را میلش حجتتون رو دید. مرحمت. این را قید کنید. برادر خواطر نشو، مادر برادر است. داملا خواطر نشوید، من با شمایم. شوکت خان اون رو احتیاج بکن بسیار از خلقوی من نگردد. اگر رونال در اینجا باشد من تمام شوم. برادر آن آقا پدر رو چرا لطکوب کردیم؟ اون پسر برای دلی اویلش رو یافتن با بیتول اویله دار شدنی بود. دعا کند که نکشتمش. میشوخی؟ خب پدرملاتی. خاموش. برادر چرا دعوت نکردی یک جای شتکش میکردی؟ شوکت از کجا دانم سلام یک کتاب بود. مگر در فکرم بودی. تمام دیگر هم نزن. مرحمت با من بیایید. داملا خواطر نشوید، من بیانات آن احمق را خودم میگیرم. تشکر. اگه فرون نکنیم نمیبرم. بگناه است جوابش بدم. سمی جان پدرم حق هستند آخر. مرا گوش کنید. من باید به شما یک چیز را گویم. دومولوزیو یک کس را لطکوب کرده است. چی؟ در اصل لطکوب نکرده است. یک از مرا لطکوب کرده گفته او را تهمت کرده است. چی؟ این چه دوملو است که از سرش بلا هیچ کم نمیشود. چشم نرسد. خیر هیچ کم ندارد جانم. تهمت کرده است، بیاناتش را گرفته سرش میدهند. فرو تو خاموشی؟ ای من چی گفتم تولی؟ اگر تهمت باشد سرش میدهم گفتم. بله تهمت بوده است. از تهمت کردنش باوری داری نیست جان. تو او را تهمت داری که گویا داملا را تهمت کرده. با خدا من چیزی را شنیدم همان را گفته ایستادم سمی جان. یک دقیقه میلیس کی چرا تهمت کردن میخواست از دومولوزیو رو؟ انیکا چین خیل است. دومولوزیو برای یک دختر را پشتیبانی کرده آن آدم را آگاه کرده است. آن آدم باشد از دومولوزیو رنجیده او مرا لطکوب کرده گفته تهمت کرده است. یک دقیقه نام دختری که پشتیبانیش کرد سیوال بود مادر؟ نه چی دختری در محله بوده است کو چی بود نامش؟ ها بیتول. بیتول مرا هم برای او لطکوب کردگی بود. دومولو حالا در کجا؟ پلیس ها او رو بردن. نه جویش رویم. بابا جان تمام در هیجان نرفت. اساس کار رو یک بفهمیم. کنی تو آرام شو. تمام. بابا جان کمک کنی زیو رو نجات دهید. میلش دخترم کمک میکنم. تو هیجانی نشو. آروم شو. ها باید نه اونا لمزن میزنی. الله یزمه زیو رو پلیس ها دستگیر کردند. نه یگان گناه نکرده است. او را تهمت کردند. زیو یگان کاری بد نمی کند. او آدمی خوب است. لطفاً او را نجات دهید. مدش بای. زهرا چی میگوید؟ تو خواطر نشو. زهرا گفت من حالا از پس این کار میشوم. نه کار به او افتاده باشد خواطر نشو. بزک نبود که بحال بشود. زهرا عجبا تو چرا به شعبه نمیروی؟ یعنی اگر در حقیقت با دومولوزی و اویله دار میشدی در اینجا یک ثانیه حتی نمیایستادی چون که ازدواج شما ساخته است. بس است یانگه در همین خیل حالت هم گپ میزنیده. بس است. مرا گوش کن. تو از این گپت نمونده؟ ازدواج ازدواج دومولوزیو زهرا چه ساخته بوده میتواند؟ من دیگر از دهانت این سخن را شنیدن نمیخوام. فهمیدی؟ اما آخر پدر جان چه اما تو را به دیوانه خانه بردن لازم. تو تنها در آنجا به عقل میشوی. بس از آخره این را من گپ نزن. به شما اثبات میکنم. گپ میزنم به همه تو نشان میدهم اثبات میکنم. پشیمان میشوید. تولین و کجا میروی عزیزم؟ با کجا؟ کاری تو چی؟ مادر من به شعبه میروم. یک رفته وضعیت رو فهمم چی. اکای فاروق شی میسو؟ نمد رو گیری؟ بخشش که جی قیدم. برادر چیکار کردی؟ چی کنم آخر امشب در اینجا میمانم. چی ها میگویی؟ شوکت به دست اونال نافتاده در حال از اینجا برآمدن در کار. هر چی زودتر نقشه کشیدن لازمه. خیر کنی گفتن چیکار میکنی؟
حاضر زود رفته از یگانجا تکسفون نیابی. برادر در این زمانه تکسفون رو از کجا میابم؟ شوکت بگم زید نبرا گفتم رو بکن آخر از یگانجا بیا کار بکن که هیله رو نفهمن با اونا زنگ زده بگو در یگانجا بودنی کلاس رو بگو بعد من اون طرفش رو حل میکنم. حالا با شما دوستی نباوردم. کانی گذر؟ ای داملا خوش آمدی. غذای های ما هم بسیار شده بودن. بی. بسم الله الرحمن الرحیم. تو نه باز تو از کجا آمدی؟ یا خدایا، ای تو از من چی میخواهی برادر؟ داملا شما در اینجا چیکار میکنید؟ این رو ببینم نه باز مرا مسخره میکند مثلا چی بلای آمده باشد همش از روی تو. داملا آرام شوید. شما خطا فهمیدید. انسان یک خوش آمدید میگوید. نه باز مگر تو را خوش آمدی میگفتم انشاءالله بی به اینجا میبرایی و از اینجا نمیبرایی. من میبرایم. کمتر خطاگی شده است. من بگناهم. عیناً با من هم همین خیر شد. در بین خطاگی شده است. بله ها. داملای ساخته بودن را فهمیدن تو را به اینجا آوردن. داملا شما چه خیلی کسد ایستاده؟ داملای ساخته میگوید مگر زیبنده است؟ عیب است. بس کن. چه عیب نشود؟ بشرم داملای ساخته کار دیوانه. کانی زود خاموش شوید. آقای پلیس گوش کنید من از این آدم شکایت دارم. اون داملای ساخته است. داملا نیست ساخته کار هستم. اصل من داملا هستم. من اما شما چی سفسطه گفته ایستاده اید؟ من به گناه میگویم. گوش کن گناهکار این است دیوانه این است داملای ساخته این است. داملای حقیقی منم. من داملایم. من امام هستم آخر. من داملایم. جماعت مرا انتظار از جماعت. مرا گوش کنید. خاموش ایستاده در جایتون شینید. کار زیاد دارم. نیستم با شما مشغول شده. آخر نباشد مرا از این برارید. من در یک جا با این آدم ایستاده نمیتوانم. فهمیدی؟ مرا از اینجا برارید یا که او را برید در یکان حجره دیگر گذارید. نوبتدار پاسباش اینجا بیاید. پلیس کمیسر کپیتان. زهرا کجا شدی؟ زهرا با تلفن جواب ده. سر دوملوز یا در بالا؟ زهرا چی شده است؟ سرینجا بس گرد میزنیم وضعیت بسیار ناگوار است. مایلش اما با من در خود زنگ زن باز فراموش نکن. مایلش جانم بای بای. مایلش خیر. سردارم این باجت با چی گناه کرده؟ در مهلکتی او را تهمت کرده است. نمیدانم. یگان موضوعی مهم نیست. آخر با این باجه هم شناس شده نتوانستیم. لیکن لوینت نصیب در شعبه بوده است. تقدیر دلیل بوده است. چی کار میکنی آخر؟ راه رو نگاه کنید. خدا بزنم سلن زنگ زدی سید. سردارم سلن. چی کار میکنی آخر؟ تو با تلفن مشغول باشد. راه رو نگاه کنید. زود باش لوین زود. اقلا تو جواب ده. الو لوین. خدایا فکر کردم که جواب نمیدهی. لوین جان چونو با گپ زدن احتیاج دارم که اگر گپ نزنم میکفم تا همین درجه. گپ نیست خانم سلن. تمام حاضر میایم. کی؟ مایلش تمام. سردارم مرا خانم سلن دیدن میخواد. با من صحبت کردن میخواد. سلن با تو گپ زدن میخواد؟ پسرم شاید اشتباه کرده. مگر خیلی میشود سردارم اگر او با من گپ نزند میکفد. سردارم لیوین برای سلن مثل بود هوا در کرد. سردارم من میروم خفه نشوید. تو با کجا؟ آی خدا این دیوانه. نیست دیوانه. اوی دیوانه تو در کجا فرو آمدنت را میدونی ها؟ سردارم شما رفته دوملازی رو نجات نیست. من پیش سلن میرم. وقتی یکدیگر رو نمیگیریم. آخر پسرم تو با پیش سلن چیکار نروی؟ از بین گلها دویده میروم مثل کینای هندی. دیوانه تپت آیو. پسرم نه حالا شکر جمعه را که پسرم گفتن رفته ایستادم. پسرم حالا شوخی رفته ایستادم. یا خدایا توبه.
Aka, آنامو این ابلا رو داشته آوردیم. گپای بزرگ گفتیم. موندگیشو خودت بگویی. برو. کاری با بسیار مشکل است ها؟ گفته های بچه ها رو خوب فهمیدی ها؟ قریب فهمیدم. چه خیلی قریب فهمیدم ها؟ افلاس! خوب میفهمی رفتار ایزد رو ایواز بکنی دامولا مرا نتکم نکرد نگویی از دامولا عذر بپرسی با او چقدر آدمی صاحب احترام بودنشو بگویی فهمیدی افلاس؟ فهمیدم اکا غضبی نشوید. دل شما خیلی نباشد من رفتم. گمشم؟ مایل باش گمشم مایل اشی گمشم بکرم خودم. اما صدا رفت درو خود. داملا شما در اینجا چیکار میکنید؟ بخیره؟ از من سوال میدهد ای برادر از من نپرس چیز بسری من آمده باشد همش از پوشی تو شد. ای داملا چه علاقه دارد؟ من در اینجا بودن شما رو از کجا دادم؟ از این من خبردار نبودم یا خدای توبه من با شما چی بده کردم؟ با چی میکردی؟ با چی کردنی هستی؟ حیاتی من رو تی نکردی چون من از تو گریزم تو آمده من رو میابی در همه جا برای جستجو میکنی؟ داملا کمتر آرام شوید چی کنم؟ خیر نصیب بوده مگر من نمیخواهم که هنگامی واخوردن یکدیگر شما هم خرسند شوید چی کنم آخر نمیشود؟ نمیخواهم برادر وقتی که تو را دیدم من غمگین میشوم آخر اگر خدا آن روزها را نوشته باشد الها ایستاهشان کند نوشتهش را بیان کند. آخر داملا هم میگوید اما بعضا راستی بسیار جاهلانه گپ میزند این چی خیلی گپ آخر خدا نوشته باشد اصلاحش کند مگر خدا چیزی خطا مینویسد؟ بله این عریضه شکایتی از روی دامولا است آقای پلیس گوش میکنم من طالب به خاطر داشته باشه پیشتر هم آمده بودم. خیر باز شط خوردی؟ برادر تو شط نخورده گشته نمیتونی مگر باز چی شد؟ نه این خیلی نیست من عریضه شکایتی هم رو بازگردوندنیم. چی خیل؟ کدام شکایتت رو؟ وای داملوزی من حالت خوب کرد گفته بودم کو؟ های نه من خطا کردم من شکایتم رو باز گرفتنیم. های برادر مگر این کودک بازیت شکایتت رو باز گرفتم نباشد کی تو رو با این حال آورد؟ من با چی برخوردم آقای پلیس؟ با چی؟ مرا آفتاب زد من هر پس همین خیلی میشم. مرا گوش کن برادر حاضر خسته تو رو من خودم خوب لطکم میکنم فهمیدی؟ مگر تو رو داملوزی لطکم نکردن؟ نه مرا هیچ کس لطکم نکرده. ای برادر نباشد چرا وقتی مرا میگیری؟ مرا مسخره میکنی ها؟ مرا ببخشید. او را برده محکم کن. برای چی آخر؟ آقای پلیس یک ثانیه آخر من یگان گناه نکردم که مرا محکم کنید. بر چشمم او را نبیند. پلیس و مسخره کردن چیز فهمد. خاموش مرافق مگر دین را از تو آموزم داملای ساخته حالا میبینی تا مفتیات میروم اموالای تو شکایت میکنم تو را دستگیر میکنم تو را با محبس میافتانم زندانیت میکنم اگر این کارو نکنم مرا داملا عفو نگوید. داملا در داخل هستم آخر باز چی کردنی بدید؟ اینجا با تو کفایه نیست تو را با محبس بردن در کار با تو محبس کفایه نیست با حجه مخصوص میاندازمت ای که حجه ای با زندان میپرتایمت با زندانی حتی زندانی از همه تاریک انا در آنجا شیک کردن را میبینی. گفتم تازه نیست اگر مرا نو دستگیر کند زندانی هم میکنه. امروز بسیار روزی پر برکت بوده است زود یک کسی را آورده ایستاده ایم یگان کس از بیرون بیند فکر میکند اینجا معرکه است. گذر درا گفتم تو در اینجا چی میکنی ها؟ آن دوستی مافیا از خواهش کرد من باشم از شکایتم دست کشیدم چرا در اینجا بودن را فهمیدی؟ آی پسر اگر شکایتت رو بازگردانده باشی در اینجا نباید باشی در بجای کمیسر باید باشی تو چی گفته ایستاده ای؟ رفتم با اونجا هم رفتم بعد یا خدایا توبه این رو بین باز تو سپاس میکند ای کاری تو چی برادر در اینجا باشم یا نباشم عجایب اگر تو با من کار نمیگرفتی یگان کم نمیشه. من عزیز و تو کسی روبرو شود سرش در بالا میماند انا دید سری این پیسر را هم در بالا گذاشتی. بله حالا دیدی این اکاکشون نمیشناسم اما راست میگویم. کنه جواب ده از سبب شکایتت رو باز گرفتم تو رو به اینجا آوردم پس مرا چرا آزاد نمیکنم؟ اگر گپ نزنم چی میشود؟ باز دستی کوب بکنی. این احمد و جنایتکاری و از این مانندی دارد بازیر به سر از بلا میگیری. برادر من داملویم داملوی مسجد هستم. شما هم داملوی؟ اینجا مسجد است که تو داملوی یک جور شده. استغفرالله
تنها من دوملویم. این دوملوی ساخته دروی است. ساخته؟ این هم چی میگوید؟ این دیوانه است. چی گفتنش رو نمیزونه؟ دیوانه است؟ به خدا نزدیک نشم که او را برگرد بفرمایم ها؟ دیوانه اومده است منه. من دوملویم فهمیدی؟ دیوانه آی در اینجا چه گپ است؟ هنوز زود آرام شوید. شما و بیرون از بالای شما شکایت باز گرفته شد. خدا شکر. نه این را عدالت میگوید. آخر یک دومولو را برای ضربه زدن در اینجا داشتن بسیار سفسطه. بیایید زود برایید. خوب شده است. از جایتان شینید. یک خدا رو کشاید. چرا؟ آخی من برای آمدن تو مونی سایتادم. بسیار خوب. یا خدای توبه. یک مدت برآمدن نمیتوانید. ای آخر شما او را برده خدا کرده ایستادید. در اصل شما باید منو بیرون برارید. این کس به تهمت محکوم شده است. شما باشید از روی فحش در اینجا هستید. چی؟ فحش. آی دومولو شما چی کار کردید؟ از این کارتان شرم نمیداره؟ دومولو خدا هدایت کنه. شما در جایتان شینید. حتی باشی. با امر کمیسر برای پلیس رو مسخره کردن است و یک کسی بیگناه را گناهکار کردن است. این شب در اینجا میمونی. بلاتر. ای آقای پلیس برادرم، من دوملویم. او دیوانه هست. مرا از اینجا برارت میگویم. برارت. من دوملویم. هی دوملو منم. او دیوانه هست. دیوانه نفهمید. ساختکار دوملوی حقیقی منم. او ساختکار است. دوملوی پخته است. آخر نفهمید. دوملوی حقیقی دست منم. در آزادی گشتن چقدر نعمت بزرگی بوده است. کیلس در درون چه حال داشته باشد؟ انا ها ینگای زورو اومد کو. او کمیسر اونالم اومده. یزمه راجان برای آمدنتان بسیار منت دارم. خواهش میکنم عزیزم. نمیاد و با جهمان کمک میکنیم. ایوایه این از کجا پیدا شد؟ کیلس جان یگان سوراخی افتاده رید. توکل به خدا برادر. شما تا حال نبرآمدید؟ نه حاجت خانه در کدام در؟ راست میروید از طرف چپ. تشکر. زهرا گوش کن. این صدر غمگین نشو. من حالا وضعیت را تحقیق کرده. وضعیت چی است میآموزم. یعنی چی کاری که لازم باشد میکنیم. کمیسر خواطر نشده. مسئله به خوبی حل شد. چیکار یعنی؟ آخرین چیکار میشد؟ آن برادری که شکایت کرده بود که شکایتش را باز گرفت. آخر در عقیده مولای محترمان این خیلی یک شکایتی سفسطگی کرده بسیار گناهی عظیم کرد. آن برادر خطایش را فهمید کمیسر. آخر یک خطاگی بودنش معلوم بود. یعنی من باز هم یک وضعیت را بیاموزم. همینطور کارهای آزاد شدن دامولازی ها را میتیزانم. تشکر زیادی از من. خواهش میکنم. نمیارزد. زهرا نهایت با باجه شناس میشوم. مرا ببخش که به سویتان مست و انست آمدم. بسیار حیف شده اما حالا باشه حقیقتا هم شناس میشویم. بخشش چیزی نه؟ رقم مفکر برام زهرا خواطر نشده. گوش بکنم. کمیسر اونال کیلس را که سالها جستجویش داری به آسانی دستگیر کردن خواهی در حضور کن که نور آمده کیلس را دستگیر کن. کیلس؟ بله هر چیز زودتر بیا که او را از دست دادنت ممکن است. او حالا در اینجا ایستاده است. تو کسی برادر؟ یک دوست است. کی؟ یک دوست میگویم یک دوست. کمیسر چه انسانی؟ تو کسی برادر؟ ای کی آخر؟ کیلس گفتی؟ وقتی آمدنت را یافتی اونل. اگر شبکت این کار را حل کرده نتواند من میسوزم. بسم الله الرحمن الرحیم. در اینجا هم با من رو بروشیدی برادره. چه شد دومولو شما را هم جواب دادن؟ ها؟ بیگناه بودنم را فهمیدم حد دادم.
او را دستگیر کردن نتوانسته باشم. اینقدر کمی سریسوس بوده ای کلتا کلاس گریخته رفت. زودتر برای آخی دردارون چی گپ هست؟ ذهن به سرم تماما گرم شد. یکی راست باشد. نه انیل مسخره کرده ایستادم. ای آخر اگر نروم دلم آرام نمی شود. محترم کمیسر برآمده روی رو به رو شده گویم که برو آخی چی میکنی در اینجا نمی شود آخی نمیتوانم. آقا خیریتی برآمده. سلام علیکم. آزاد کرده. بله خطا شده بود. زنگ را فهمیدم و را سر دادم. بسیار خرسند شدم. تشکر. من هم خرسند شدم دامولا. تشکر آقای کمان. سلامت باشید. برای شما بسیار خواهر شدم. سلامت باشید خانم زهرا. برای من تا اینجا زحمت کشیده آمده. خیر هسته. میره. مرحمت کن. برادر جان زمین رو بوسه کن مزه آزادی رو برو رو خیر گرچه خواب نیست اما واه من نکن شوکت گویا که سالها در محبسه یک با شوبه در آمده می برآمده. دامولا دیگر خدا شما را به این حال گرفتار نکن. سلامت باشید آقا. دامولا عزمی جان ایکو یک تو با اصلا میگویی یک توی دیگرش از پیشت میبراید دور شوید از نزدم بس از آخر یا خدا توبه کسی که از شما دور میشود و خدا نزدیک میشود برا راحت گذارید توبه دامولا نرمه داخل اونجا مشکل خدا را شکر که هیچ چیز نشد. خدا نگاه خیریت نداشته. بسیار مرونه. دامولا اگر ملال نباشد یک چیز رو بسیار تعجب کردم. مرحمت. شما برای خانم بیتل آدم را لطکوب کردید؟ این چی علاقه دارد مگر این خیلی می شود؟ آخه در نتیجه من یک دینشناس هستم. من هم آخر از سبب این خیلی باور داشتنم بسیار تعجب کردم. این طالب میجین یعنی آقای طالب هست که هست. این با خانم بیتول ارزنده نیست. من اون رو تصادفاً آموختم. یعنی گفتم که یک با خوردن نصیحتش کنم آدم شود اما گپم رو نفهمید. واهمه کرد کمتر سخنهای بلنگو یعنی من رو تهمت کرد. مسئله همین. همین قدر یعنی؟ البته جانم نباشد لطکوب کردن ضربه زدن همش تهمت بود. فهمیدم. نیست آخیر هیچ کس نیست بی خدا با اینجا آمدم مرحمت. از یک شرکتی با نفوذ ایتالیا برای کار تکلیف کردن یعنی برای کاری دعوت کردن که رد کردنش غیر امکانه. بشوخی خانم سینه در ایتالیا آدمای بعدش بسیاری بده. شما رو کی محافظت میکنه؟ به من چه خیلی با اونجا میرم. آخر من در این جایم یعنی خیر با نمیدانم. من چیزی گفتن نمیتونم. من هم چیزی رو نمیدونم لیوی. اگه برای وخوری دعوت کردن. با کجا؟ با ایتالیا؟ بله. چرا اینقدر سر و سیمه سینه؟ یعنی اگر کارو سر کردنی باشم هر چی زودتر با وخوری رفتنم لازم. امروز از من جواب انتظارند. یک بار خیسه رفتن از روی آداب نیست. آخر در افراد میگویند که یک بار چند کنه 21 بار ببر. شما چند نکرده چرا به ایتالیا میروید؟ این ناممکن است آخر سینه جان. من هم اونقدر باوری ندارم لیوین. با زورو هم هیچ چیز نگفتم. اگر شما و دیوانه میشود.
آخر نمیدونم چه خیلی با او فهمونم. منم خدمت میکشم. یعنی به شما طاقت کردن نمیتوانم. باید تو فکر نمیکنی که لیوین به تو مثل ماهی بیرونی آب است؟ اما برای حیاتم مجبورم که قبول کنم. آخر سالهای دراز آرزو میکردم که در یگان شرکتی با نفوذ کارگر شده کار کنم. خیر میل است. در حیاتت بغیر از کار دیگر چیزی مهمتری نیست. یعنی کار هم در اینجا کرده می شود. مثل لیوین در وطن خودت یکان کار پیدا کن. مهم است؟ میابم. یعنی برای یافتن باشد میابم. با تو پیشتر نگفته بودم تمام اهل اویله من در ایتالیا زندگی میکنند. یعنی آنها رو هم بسیار یاد میکنند. اکنون در اینجا همه چیزی که دوست میدارم ترک کرده میروم. تو چی میگویی لیوین؟ یعنی با فکر تو چی کار کنم؟ مادامی که اویله تو در آنجا مرا هم همراهت میبردی میندار میشدم. به تو چی کار میکنم؟ بخشش که بین شب گریب شیدم آبی چشم قبیدم نمیتونم. لیوین خوب هستی؟ خوبم خانم سیله. گیر آب میخی. بخشش که مزم نیست. علاوه بر این روزی اگر بازگردم البته که اگر توانم میترسم که همه دوستان و شناسای ما رو فراموش میکنم. یک چیز رو فراموش نکنید خانم سیلی. اگر 376 سال گذرد هم لیوین شما را اصلا فراموش نخواهد کرد. هم از رفتن تو غمگین میشم. یعنی از سبب رفتنم غمگین میشم؟ غمگین میشم؟ بسیار غمگین میشم. به نهایت غمگین میشم چون که شما دختر خوب هستید. غمشان را در دلشان گور میکنند چون که خانم سیلی برای دوست داشتن فداکاری میکنه. باز گریپم آوز گریپ. یکان داره گریپ نداره. احتیاط کنه خانم سیلی با گریپم نگذاره. من باید با زهرا گپ زنم. یعنی حالا سرم بسیار آمیخته است لیوین. خوب که تو هستی. خوب که حالا تو در برم هستی. تو بسیار بسیار دوستی خوب هستی. لیباسای خواست گریم ایتال خون کرد. سلام. ما آمدیم. خوش آمدی داماد. خوب که بر آمدی. سلامت باشه. خوب که بر اومدی. رحمت. زیادلا آزادی مبارک. رحمت. خوب شد که بر اومدید. چخیل بر اومدید اونا کمک کرد. نه پجان رحمت به ازای اونارم که اومد. آدمی که تهمت کرده بود شکایتش رو باز گرفت. بله از رفتار شرم داشته از همان سبب باز گرفته است. به فکرم همین خیلی. سلیم به من زنگ زده بود گفته بود یک کار عاجلی دارم. ها من هم باید به محله روم. معلوم است که وقت نماز است. خدا قبول گرداند. رحمت. عشق من تو رو تو به جای میرفتن میبرم. من بسیار دیر موندم. من در حال باید برایم بخشش بگاه میبینم. مایلش تو باز. روی بخیر. تو باز می. از رویش نور میبارد نور. داماد شیری نرم. نه که داماد دارید. استاد اینجوری؟ در اینجا چیکار میکنی؟ چی شد؟ استاد عاجلا یک سوال به سرم اومد. سوالهای تو دوی موجلی هستن. یکون سوالی با معنی نداری؟ استاد در اصل من در مسجد قرآن میخوندم به سرم اومد هم. تو باشه دوام برای پرسیدن همین آمدی؟ بپرس اجری بپرس. استاد انا حضرت آدم و حضرت هوا برای میوه من کرده شده رو خوردن از جنت رانده شدند. بله. استاد حضرت آدم و حضرت هوا با منطقه های گوناگونی روی زمین پایان شدند. عجبا در دنیا یکدیگر رو چه خیلی یافته باشند استاد؟ بله. چه خیلی یافتند اجری؟ استاد من هم همین رو پرسیدم چه خیلی یافتند؟
انا هجری یعنی این در اصل بسیار مسئله اختلافی می باشد. از روی عقیده های بعضی علمان اسلام بخیر است. تو اینجا چیکار میکنی؟ استاد جوابی سوالم رو انتظارم. پدرمون آدم و مادرمون هوا یکدیگر رو چه خیلی یافتن. میابند اجری میابند. خداوند با حضرت آدم و حضرت هوا اراده یکدیگر رو یافتن و خواهش یکدیگر رو دوست داشتن را عطا کرده است. در داخل انسان وقتی که عشق باشد، در کجایی که نباشد یکدیگر رو میابند اجری. مانند دو آهنربای بزرگ، یعنی یکدیگر رو جذب میکنند. مکان حضرت هوا و حضرت آدم رو مثل آهنربا به خود کشیده است. اگر خدا خواهد به یگان جای دیگر نرفته، حتی یک قدم خطا آدم نمیزند. هجری انمی خیلی جوینده یابنده است. جوینده مولایش رو هم میابد، ولایش رو هم. خیلی بیا رفته هجری. خدا از شما راضی باشد استاد، چقدر زیبا گفته. خدا از تو هم راضی باشه. رفته. مارمان خوش آمدید. باز بیایید. تشکر. تولین در این مغازه تکنیکی ما چیکار داریم؟ چی میخری؟ سلام. خوش آمدید. خوش باشید. با ما یک دونه کامره خوردکک دهید. چی؟ کامره خوردکک؟ کامره رو چیکار میکنی تولین؟ ازدواج ساخته رو آشکار میکنن. خانم، انا ما کامره قلمی، ساعت، عینک و دیگر نمودها داریم. کدامش را دیم؟ لازم نیست. یکم ترجمه دهید. دهید. اما اونیش که از همه خورد و نوعیان است، همانش رو دهید. اما این خیل از دوری مستقیما تماشا کرده توانیم. تماشا نمیکنی؟ تماشا نکن تولین. تماشا میکنم فرمو. تو دخالت نکن. لطفا ثبت هم باید کنم. فقط ثبت نکنم. بیا جانم، بیا. اگر آنجا برایت بهتر باشد میتوانی بروی. اما دانسته باش که اشک چشم لعنی برای تو میریزد. خدا بگیرد وقتی رفتن تیافتی. عشق حیاتم ما رو ترک کرده به ایتالیا میرود. نرم خانم شلین، نرم که لعنی برای تو نمیرد. خوب هستی؟ خیلی خوبم. چه شده؟ آدم رو زده؟ او این چرچشمه خودمان است که خوب اصلی یکان چیز نشده؟ این حیوانات رو ندیدم نه؟ اکا ناگهان به پیشم برآمد، مانندی جین به پیشم برآمد. نمیدونم. دمت را گیر، در راه خالی آدم رو زدی مگر تو می نوشیده ای؟ خوبم اکا کنان، خوبم. تنها قلبم از این شهر می رود. صاحب قلبم از این شهر می رود. حالا من مثل یک پرنده به بال و پرم. کاش که همین ماشین می زده بمردم. خودم به ایتالیا نمی رفتم. اقلا روحم همراه از به ایتالیا می رفت. با تو چی شده؟ فرض کرده که مرا ماشین زد. یا موتورسیکل دو آدمه. تانکا. یا که اکیت زد. من پارا شدم. و پارچه ها تقسیم شدم. در این دنیا من دیگر زندگی کردن نمیخوام. کاش که منو با ماشین میزده نمردم. خدا جزای شما را دهد. آمده به این برخورده ده. سرش کردم. دنیایم سیاه شده، روزم را تیره کرده. تو خدا شما را سنده. بس تو کنانی دیوانه. بگیر دسته با تو بحث دارم. سلیم باشد. حالا با خوریجه رفته ایستادم. چی؟ با خوریجه؟ سفیر مانده.
چیکار میکنی ما؟ نمیدونم. زهرا آخری خیلی نکن. خودم به این هم غمگینم. چی کنم سیده؟ شادی کنم تو را به ایتالیا روان کنم. تابستون به نزد میروی. با هم دو میخوری. با زمین خیلی. تو در این حیات یگانه دوستم هستی. از بجای خواهرم هستی سیده. چون تو میرسی من خودم را تنها حس میکنم. من تو رو هیچ ترک نمیکنم فهمیدی؟ حتی اگر تو من رو هم ترک کنی من اصلا تو رو ترک نمیکنم. Apoi doctor, tu prova من فرته. من فرته. به من. مایلش همه کسا بازی میکنیم بعد به خروق خوی میروی مایلش. مایلش. وعده میدیه؟ بله. کنی توب رو ده؟ توب رو کفونم ها؟ نه کنه کفونه. دیگر جای بازی نیفتید که در راه ماشین بازی میکنید. یکی تیریزهای ماشین هم میشه چی میشد؟ چرا خودک رو جنگ میکنید؟ من با اون گفتم که در همینجا بازی کنم. خانم بتول رفته دکتریتون رو کنید؟ چقدر دکتری کردنم را شما نیاموزم؟ این احمق در نزد خواهرم چیکار میکنه؟ کنی به من دیگه این چخیل رفت و رفت چخیل وحشیگری است باز تو پامون رو میکپونده شما چخیل آدم هستی؟ نه همه خیر او خواهر کلس گوش کنید آوازتون رو بلند نکنید من آرامانه در زده ایستادم. همین خیر بچه ها تمام همه به درون دروی در اومده اول فروغ میخوریم بعد بازی رو دوام میدهیم. باز من رو وحشی میگوید مگر در راه ماشینگر آدم بازی میکنه؟ در اینجا چی میکوبی؟ دومولو تو محافظی همین دختر هستی ها؟ هیچ تهمت نبود اون پیسر رو طول تو کوب کرده ای. دیگر تو رو درگیر اطراف این دختر نبینم. سمی آخرین بار رو گاه میکنم. یا خدای توبه دومولو چرا او رو پشتیبانی میکنه؟ دختر ناراحت میشود نمیبینی؟ چه خیلی ناراحت میشود؟ با فکر من ناراحت نمیشود. او بسیار میخواهد که با من صحبت کند. عقل تو مانند عقل کودکان سن 6 ساله است. تو مانند کودکان مکتب ابتدایی است. دختر چیکار کنه دیگر؟ در پیشونش با حرف کلام مرا ناراحت نکن نویسد می. با او بسیار باور نکن دومولو. گوش کن چقدر که از خودم باوری دارم از این دختر هم اونقدر باوری دارم. اون دختر با تو بار این احمق چیکار کنه؟ شرط میکنیم من این دختر رو در یک عصا از آن خود میکنم. سمی من تو رو براستی میکشم. سخت ترسوندی مرا. خیلی دیگر کارو بارد خوب است برادر کارهای معماری چیکار؟ دومولو تو فکر میکنی که من کودک هستم؟ حالا من به تو نشان میدهم که من کی هستم. چیکار میکردی؟ بیتول رو بغل در آورده بعد با تو روبرو شده برای تو نظر کرده حلاوت میبرم. همه بس کن این گپ رو هیچ رحم نمیکنم تو رو آخرین بار آگاه میکنم دیگر تو رو در اطراف بیتول نبینم. ها دومولو زیادم به خاطر تو بیتول رو به خودم عاشق میکنم. اگر عاشق نکنم مرا سمی نگویم. دکتر رو به خودم بیمار میکنم دومولو حالا تو میبینی. سلام علیکم. چه اینقدر در فکر چقور رفته به زمین نگاه داری؟ بخیر است؟ تو چی گفته ایستاده یا؟ مگر کشتی‌هایت به بحر سیاه غرق شدن چی؟ نه غرق نشدند او. الان هجری است کو. در بالای زمین‌های از تقاعش مانده برای خلق و ملت چه چیزها کردنم رو فکر کرده ایستادم. آخر تو رفته در محله خودت فکر کن. چرا در اینجا فکر کرده ایستاده؟ بله در فکرش هستم. من که باید از این هجری مطلقا امضا گیرم اما هیچ راضی نمیشود پسر. یا خدای توبه. مرا گوش کن. اگر خواهی من این مسئله رو حل میکنم. تو چی میگویی؟ جدی هستی؟
خانم با کودکتون چی شد؟ نمیدونم نگاهان از هوش رفت بسیار سوش بلند و به مرخونه برده ایستادم. بیاید من شما رو میبرم. تشکر. دکتر یاریدیه. حاضر من میکشم. چی شده؟ دکتر باشه. مالش کودک رو برای خیلی لروری. نگاهان از هوش رفت. آرام شده. رحمت به این جناب که ما را آورد. شما میبینید بیاین کارها رو نکنن. ای بس خیر. فاروق با درون برای سلخم رو کپوندی بیا. فاروق همه دروغ بودنی که رو میبینند. عشقم کمک بکن تو این رو باید اونجا پنهان کنن. التجا میکنم. اما این کارها رو هیچ نمیفهمم مخیره. میفهمی با اینجا میگذارم. بیا مرا دار سخت دار. ای تولین تو مرا با این کارهایت همراه کردی ها؟ من گپ ندارم با تو. همه سیمای حقیقیت رو میبیند زهرا. رفتیم فرا بسیار خوب شد. بیا رفتیم. سلین جان لبای سفر به ایتالیا داری ها؟ بله سلین جان بخیر باشد. بسیار خرسند شدم. تشکر. اما برای از زهرا و از شما جدا شدنم بسیار غمگین هستم. من هم بسیار غمگینم. بگونه عزیزم. گیر توی خوب اشتها ندارم. اما این به تو بسیار فرصتی مناسب است. سیلی شاید من هم آمده یک دو ماه میمونم. البته ولی جناب می شود. یک جای ایتالیا رو سیر میکنیم. زهرا جان به فکرم میآیم گفتن خواستی ها؟ آخر تو یک زنی آیله دار هستی. بی شوهرت به هر حال به این خیل جان نمیروی. همین خیل نیست دامولازی ها؟ بله عزیزکم من به تو چیکار میکنم؟ چه خیلی ایتالیا؟ آخر اینش از کجا برآمد؟ عزیزم عذر زیاد میخواهم. ما رو خطا فهمیدید. بابا جان البته یک جا میرویم. برای آشکار شدن سیرشون بسیار کم بود. خاموش. امروز در راه یک کودک بیمار رو دیدم. او رو زود به ماشین سوار کردم. بعد به بیمار خونه و نزد خانم بیتول بردم. و نزد خانم بیتول؟ ای سمی جان اینقدر دلسوز بوده ای. آفرین به تو. کودک چی بیماری داشته است سمی؟ چی بیماری داشته است نفهمیدم. کمتر سر و سیما بودم. اما حتما رفتم میپرسم از خانم بیتول. چرا میروی؟ چیکار داری؟ عزیزم وضعیت کودک رو فهمیدن میخواهد رود. لازم نیست. امروز من رفتم میفهمم. نه من شخصا خودم رفته از بیتول میفهمم. آفرین. سمی یعنی در حقیقت تبریک میکنم. بسیار انسان دلسوز بوده اید آقای سمی. حتی از حد زیاد دلسوز بوده اید. خانم بیتول هم زن دلسوز بوده است. انا همین خیلی بودم لازم. شما چیکار کردنتان رو میدانید؟ من چیکار کردم؟ دامولا با چیکار میکردید؟ چرا با سری سمی در سری مزدوری کردید؟ بخشیشو اما دامولای محله گفته تمامی محافظت دختران به ذمه شما است مگر؟ امروز مخصوص برای همین کار به شوبه افتادید. این رو بر این نمیفهمم چرا حیات شخصی بیتول شما را اینقدر تشویش میدهد. خیشت سی بلست گفته ها؟
هیچ علاقه دارد. من شخصی می باشم که به حیات اطرافیان سر و کار میگیرم. مانند شما خودپسند نیستم. مانندی ما خودپسند نیستی؟ عجب با خودپسند کسی. آخر دوگانه از همه عزیزی من به ایتالیا رفته ایستاده و اینجا من از غم کشیده ایستادم. شما باشه به سر من فشار میارید. حاضر میبینیم. تولی لطفا اکنون خاموش بکن. مگر با تو زبانده است ها؟ ای فاروق بین جنگ کرده ایستادن. ای اینها رو بین اینها رو. اینها با یک دیگرشو شما گفته کرده ایستادن. یعنی زهرا دومولوزیا گفته ایستاده است. دومولوزیا باشد خانم زهرا. زنک جان و مردک جان کجا شده؟ تولی از سبب جنگ کردنشون هم خیلی گپ زده ایستادن. چی شده است ها؟ ای فاروق تمام خاموش شب. تو هم هیچ چیز رو نفهمیده ای. مگر من به شما فشار آوردم؟ اصلا شما با من فشار آوردید، از حد گذراندید. بس است آخر در محله با کسی که گپ نزنم، با کسی صحبت نکنم، در حال سوال و جواب آغاز می شود. آخر یعنی باز سیوال رشک کردنتون این یک گپ دیگر است. بخشی؟ من رشک کرده ایستادم. همین خیلی گفتنی هستی؟ این رو یک طرف گذارید. این خیلی خیال ها رو در خوبتان میبینید. حتی این رو از خیالاتان نگذارونید. فهمیدید؟ یا توبا من دیگر کاری ندارم. برای یک عزیز چی من رشک میکنم. همین خیلی اینها رو بینن. اینها با یک دیگرشون رشک ندارن. یک دیگر رو دوست نمیتارن. زهرا میگوید که چرا تو رو رشک کنم. دومولوزیا باشد میگوید که در فکر من نیستی. تولی از سبب عصبی شدنشون هم خیلی جنگ کرده ایستادن. آنها زن و شوهر اخی هستند. باقی نمیگیم به جنگ کرده ایستادند. اینجا کار نمیکند فاروق. کلا کار نمیکند. یعنی تو حقیقت رو دیده ای اما باور نمیکنی. در حیاتم مثل شما آدمی بدرفتار رو ندیدم. حالا اکنون باز بدرفتار شده من؟ یا خدای توبه بیهوده نگفتن خوبی زیاد ضرر دارد. توبه البته که فرصت یافتید درم خوبی های کردن رو منت میکنید. اگر این خیلی بودنتان رو میدانستم با یگان کسی دیگر. چی خانم مرحمت بگوید. گوید تا آرام شبم با یگان کسی دیگر. چی بگوید با یگان کسی دیگر؟ بله با یگان کسی دیگر. با یگان کسی دیگر ازدواج ساخته میکردن. بگو زود بگو. تولی از همه جای پر هیجانش فاروق. ایست انا حاضر میگویم. مادامی که شما رو آزار میدهد، مادامی که من آدمی بدرفتار هستم، این رو به آخر رسانیم. این ازدواج ساخته رو به آخر میرسانیم. ازدواج ساخته گفت؟ دای ما این رو میکنید. آخر به این همی انگه ایتولین هم خطاگی جسه ایستاده. شما باشید این رفتارتان رو دوام دادن گرید. همه ساخته بودن ازدواج ما رو میفهمن. فاروق انا دیدی. ای گلا بردن همه رو آشکار کردم فاروق. همه آشکار شد فاروق. خودی پگاه همه میفهمن. وای با خدا راست میگفتنی زنک جون. البته که راست میگویم. سحری همه این رو تماشا میکنن. ای فاروق من تو سحری از هیجان حال خوب کردن نمیتوانم. چه خوب میکنم ای زیتون رو درست میکنی؟ رحمت با همه صبح بخیر. صبح بخیر پدر جون. صبح بخیر پسرم. صبح بخیر پدر جون. بخیرش؟ یانگه تولین هم در کجاست؟ او بسیار بر وقت می آمد. حالا می آید. آن آمد. صبح بخیر مادر جان. صبح بخیر. در این صبح صادقی قدر خورسندی با آن صورت نمرودی تو عادت کردیم. سببش در چیست؟ پدر جان امروز برای من روزی بزرگ است. برای زهرا و دومولوزیا هم روزی بزرگ است. این چه معنی دارد؟ در وقتی تماشا کردن میبینی جانم. بخشش پدر جان راحت کردم اما این خیلی شما فهمیدن نمیخواهید کنی بیریم. بخشش دخترم تو هم بیو. اما بینید بازایدن همونجوری بازایدید کرده استوده دای ما این رو میکنید. آخر به این همی اگه ایتونین هم خطا که جسه استوده. حالا اکنون ما رو سرد کردید. شرم نمیدارید.
این چه احمقی است بپوشین را بپوش زودتر اصلا نه نمیپوشم نمورم و نمیپوشم این دلیل است ساخته بودنی این ازدواج رو به شما نشان میدهم شرط نیست که همش رو تماشا کنید تنها آخرش رو تماشا کنید و تنها یک جمله ینگه پوشیدی نمیپوشم نمیگیرم نمیپوشم این احمقی را بپوش نمیپوشم گفتم مادر شما چرا این کارو کردید این رو بپوشید آخر بین همه رو شرمنده کرده ایستاده اید ملی اقلا تو خاموشم ینگه شما چیکار کردید اینش از کجا برآمد چرا با حجره اوما کامیرا گذاشتید بله این کار کرده از آن بسیار عیب است فرخ حیف تو باد زنی آیله دار شده اطرافی مگر هیچ شرط نمیدارید ها مادر جان مرا پدر نگو انا بین زنی تو به حیات شخصی دو کس دخالت میکنند مگر از این دیده دیگر بد اخلاقی میشود شما باشید